سلام دوستان، اینمی زندگی است در ایران. این اینجا ساختمان داره، ساختمانش هم همی است. سنگکار بالا کار میکنه، از بچه های هرات است. این سنگ آورده برش، سنگش هم مردشت است، بسیار سنگ خوبیش است. 2 سانتی است سنگا. این هم وضعیت ساختمان سازی است. این هم وضعیت زندگی افغان ها است در ایران. اینمی وضعیتش است، اینمی اتاقش است. سعی دوستا، اینمی زندگیش است. باز مردم میگه در ایران مردم اوجه میره خوب زندگی میکنه، معیشت میکنه. این زندگی ما است، هیچ چیزم نداره. فقط همی چند تا ظرف است دیگه. برات بگویم یک دونه کمود جور کرده، این کمودش هست، هیچ چیز هم نداره داخلش. این هم پیسه ایران است. سایکو پیسهش هم هیچ به درد نمیخوره، ارزش نداره. این 2 تومانی است، این هم 100 تومانی است. 100 تومانیش 100 افغانی ما میشه، 100,000 تومانی ایران دیگه. بخیر ما کشور ما خوب شو، ما میریم دیگه بخیر. اینجا درد نمیخوره. اینمی اتاق، اینمی موتور سنگکارا است. این چوکیر هم از جای دیگه آورده، از سر خیابان آورده اینجا مانده. این 2 دانه مبل است دیگه. برات بگویم اینمی نما رو چیز میکنه، کار میکنه دیگه. این دوربینش است. جور باشی دوستان، خدا نگهدارتون.